کسایی که باور میکنن و اعتقاد میکنن بالغیب، به امور پوشیده. ببینید برای یک مؤمن امور دنیا به دو بخش تقسیم میشه. جهان هستی، یکی امور مشاهده هست که به چشم مشاهده میشه و یکی امور غیبی است و مهمترین بخش ایمان امور غیبی است. امور مشاهده ای که هر کس قبول میکنه. دوستا ببینید طبق آیات صریح قرآن کریم، انسان که بعدا ان شاء الله میخوانیم، مثلا در سوره ملک ولنبلون لیبلوکم، الله میخواد تا شما را بیازماید. ما در این دنیا برای یک امتحان، یک آزمایش موقت آمده ایم و پس میریم و در این آزمایش مهمترین بخش آزمایش ایمان به غیب است که به امور غیبی ما ایمان داشته باشیم. ببینید اگر امور غیبی نباشد، ایمان اصلا دیگه ارزشی ندارد. ایمان فقط زمانی ارزش دارد، اصلا امتحان زمانی ارزش دارد که غیب باشد، به غیب باشد، وگرنه اصلا امتحان ارزش ندارد. مثلا شما ببینید یک استادی از شاگردان میخواد امتحان بگیره، میگه کتابا رو میگذارم پیش روی شما، بعدن از روی کتاب هر چی میخواین برای خود نوشته کنید. آیا این ایمان دیگه، این نوشتن، این امتحان اصلا ارزشی داره؟ نه خیر، چون به غیب نیست، پوشیده نیست، از روی دیگه همه پیش رویشان هست. حالا ایمان به غیب یعنی چی؟ الله متعال غیب است، ما نمیبینیم. الله رو ما نمیبینیم، غیب است. قیامت میبینیم؟ نه خیر، قیامت غیب است. بهشت و جهنم غیب است، ما بهشت و جهنم نمیبینیم. عذاب قبر غیب است. ملائکه غیب هستند، جنیات غیب هستند و عموما مسائل صحرای محشر، حساب و کتاب، عموما اینا که صورت میگیره، اینا همه امور غیبی است. حالا اگر اینا همه علنی بشه، دیده بشه، مثلا روز قیامت، در روز قیامت انسان ها همه صحرای محشر رو میبینن و حساب و کتاب رو میبینن. در اونجا دیگه اصلا ایمان ارزشی داره که افراد ما حالا ایمان داریم؟ یک نفر عذاب قبر رو میبینه، بعدا میگه حالا ما ایمان دارم. حالا چه ارزشی داره که تو ایمان داری؟ حالا هر کس میبینه دیگه. مهمیه که هنوز ندیده، بنابر حرف صادق خالق عالم هستی با دلایل، نه اینکه غیبی که چی باشه، تو غیب قبول کن خیالی بدون دلیل، نه، غیب بدون دلیل میشه خرافات. اینو به یاد داشته باشید. غیب بدون دلیل خرافات است. مثل چی؟ مثل خیلی از مردم میگن که در دشت و صحرا غول وجود داره، یک موجودات عجیب و غریبی هستن، اینا غول هستن. یا کوه قاف وجود داره، یک کوه قافی است اونجا دیوها هستند و چنین و چنان. اینا همه خرافات است. اینا غیب هست، چیزای غیبی میگن مردم، اما خرافاته، چون هیچ دلیلی برای اینها نیست. حرفای بی ربط و بی دلیل است، نادرست است. غیبی که دلیل نداشت خرافات است. غیبی که دلیل داشت، ما به غیبی معتقد هستیم که مستند به دلیل هست. در کجا آمده؟ در کتاب الله آمده. به چه دلیلی کتاب قبول داریم؟ به دلایلی که در حقانیت قرآن کریم در درس 4 و 5 توضیح دادم. پس در این صورت چون چی شد؟ پس ایمان به غیب شما قدر او را فهمیدین، چون ذات صادق به سوی پیامبر صادق کتابی فرستاده، به ما رسیده و دلایل صدق و حقانیت در او خیلی واضح و روشن هست. به این خاطر پس ما این کتاب را قبول داریم و ایمان به غیب داریم، به امور غیبی. پس یکی از بارزترین صفات مؤمنین الذین یؤمنون بالغیب. و دقیقاً کفار و بیدینان و ملحدین از جمله جنگ‌های فکری که دارن، تبلیغاتی که دارن، یک بخش خیلی تمرکز بالای همی دارن که بخش ایمان به غیب ضعیف بسازن. یک روز یک بیدینی میاد میگه که اصلا شیطانی وجود نداره، یک روز میاد میگه اصلا ملائکه منظور فلان و فلان هست و امثال او، خیلی حرفای بی ربط و حرفای نادرست دیگر، تا ایمان به غیب کلا از بین ببرند که اون ریشه اصل تقوا و پرهیزگاری و ایمان است. الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که به غیب ایمان میآورند و باور میکنند.